سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این کشور همراه با 7 تن دیگر هنگام بازگشت از مراسم افتتاحیه بند قزقله در آذربایجان شرقی در اثر سقوط هلیکوپتر در منطقه کوهستانی و جنگلی این ولایت جان باختند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران در گذشت آنان را تسلیت گفته و 5 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. از سوی دیگر چین، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، هند، ترکیه و شماری از کشورها ضمن ابراز تسلیت از درگذشت مقامات ایرانی جان باختن رئیس جمهور آن کشور را ضایعه بزرگ نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه و همسایگان خواندند. حادثه اخیر را غم بزرگ برای مردم ایران دانست و میگوید رئیسی یک سیاستمدار برجسته بود که تمام زندگیش را وقف خدمت به کشور کرد و به عنوان دوست واقعی روسیه رابطه دو کشور را توسعه داد. از درگذشت دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران بسیار متاسفم. از صمیم قلب با خانواده ایشان و مردم ایران تسلیت میگویم. با منظور احترام به رئیس جمهور ایران و دوستانش و همبستگی با کشور برادرمان ایران یک روز اعضای عمومی و پرچم پاکستان نیمه برافراشته خواهد بود. سید ابراهیم رئیسی 8مین رئیس جمهور ایران پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2021 در 21 اگست همان سال به عنوان رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد. رئیسی پیش از این به عنوان لوی سخنوال ایران و وزیر عدلیه فعالیت کرده بود. طبق قانون اساسی ایران تا 50 روز آینده انتخابات جدید برگزار می شود و تا آن زمان محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور موقت ایران انجام وظیفه خواهد کرد.